در دایره استقبال از جشن افتخاری ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی انشاءات‌های زیادی به نقشه گرفته شده است که در آن نقش صاحبکاران بر اعلی احساس می‌گردد. دستور و هدایت‌های سرور دولت در سمت رشد دهات در ناحیه عملی گردیده، مسئولین هدفمندانه تلاش بران می‌نمایند که با دستاوردهای نظررس و مهنت اهلانه صحنه‌های تاریخی را ارزنده استقبال بگیرند. از حساب صاحبکاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه در حدود محله و دهکده‌های ناحیه کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد که این عمل از حس بلند وطندوستی آنها گواهی می‌دهد. در دهه مدنیت جماعت دهات وخشان ساکنان طریق حشر در تعمیر اساسی راه دهه به خصوص منفعش نمودن آن سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. از تعمیر برآوردن و منفعش نمودن راه‌های محلی در تامین حرکت بخطر نقلیات مساعدت می‌نماید. رهبریت سطح عالی کشور ضمن سخنرانی‌هایشان پیوسته تاکید می‌نمایند که آبادی وطن از خانه و محل زیستی هر یک ساکن کشور آغاز می‌گردد. دستور و سپارش‌های سرور دولت را ساکنان دهه مدنیت جماعت دهات وخشان ناحیه عبدالرحمن جامی در عمل تطبیق نموده ایستادند. فعالان جماعت مذکور تصمیم گرفتند که در حدود جماعت مؤسسه تا مکتبی را بنیاد نمایند. عین زمان روند سازندگی‌ها در مؤسسه تا مکتبی در کودکستان محلی ادامه داشته، مسئولین تصمیم گرفتند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این روند را به انجام رسانند. کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه مذکور منتظم ادامه دارد. دهه مدنیت از 330 خواجگی عبارت بوده. ساکنان تصمیم گرفتند که در آبادی محل زیست، تعمیر راه، بنیاد نقطه‌های خدمت رسانی تعیناتشان گوناگون سهم ارزنده خود را می‌گذارند. با استفاده از تکنیک مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه، صاحبکاران توانستند راه‌های محلی را تعمیر نمایند. این اقدام شایسته دستگیری بوده. نقش صاحبکاران در رشد و نموی کشور نیک ارزیابی می‌گردد. ساکنان وطندوست جماعت دهاتی وخشان تصمیم گرفتند که دستور و هدایت‌های سرور دولت را در سمت رشد محل زیست، تعمیر و ترمیم راه، بنیاد نقطه‌های خدمت رسانی گوناگون را که بر رشد دهات زمینه واقعی می‌گذارند در عمل تطبیق نموده سهم خود را گذارند. طبق هدایت‌های سرور دولت در سمت بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، ساکنان جماعت نامبرده در دهه بستان سلیمان ساختمان مؤسسه تا مکتبی را به راه ماندند. طبق نقشه تحریزی گردیده بنا از 2 آشیانه و 8 حجره عبارت بوده. آن برای 100 نفر دستوریکان پیش بینی گردیده است. کارهای ساختمانی در آشیانه یکم ادامه داشته. مسئولین تاکید نمودند که در نزدیکترین فرصت روند آبادکاری را با صفت بلند به انجام می‌رسانند. ساکنان محله‌های جماعت دهات وخشان بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن آن امکان دارند فرزندانشان را به تحصیلات تا مکتبی فرا گیرند. ساکنان وطندوست و آبادگر ناحیه عبدالرحمن جامی در نزد خود مقصد گذاشتند که با مهنت صداقتمندانه کارهای بنیادکاری و سازندگی، دستاوردهای نظررس، صحنه‌های افتخاری ملت را ارزنده استقبال خواهند گرفت.